به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی، همکاران عزیز، دستیاران محترم، شرکت کنندگان در وبینار. نمیدونم صدا خوب هست یا نه. همچنان که مستحضرید به خاطر این بیماری کووید 19 که پاندمی شد در دنیا، تقریبا همه کنگره ها در سراسر دنیا لغو شد و کلیه کلاس ها لغو شد. خوشبختانه در گروه گوش حلق و بینی برنامه‌های خوبی گذاشته شد، وبینارهای خیلی عالی. تقریبا اکثر دانشگاه وبینار داشتن، شرکت کننده ها استفاده خوبی به نظرم کردن. تجربه پانل را تقریبا نداشتیم غیر از پانل راینوپلاستی که خانم دکتر بشارتی زاده اجرا کردن و استقبال خیلی خوب بود. ما هم برنامه که الان داریم اینه که وبینار جراحی اندوسکوپی سینوس را ادامه بدیم. گفتیم که خوب هست که اولین برنامه‌ای که داشته باشیم در مورد جراحی اندوسکوپی سینوس و کارهایی که باید در رابطه با بیمارانی که انتخاب میکنیم، چه داخل مطب به عنوان اندوسکوپی تشخیصی، چه انتخاب بیمار، کارهایی که برای بیمار باید انجام بشه قبل از عمل جراحی، چه پروتکشن هایی که باید در حین عمل جراحی داشته باشیم و بعد از عمل جراحی چه کار باید انجام بدیم. گفتیم خوب هست که این برنامه رو داشته باشیم و بتونیم به عنوان اولین وبینار این موضوع رو مطرح بکنیم. ما 3 تا مهمان امروز داریم، 3 تا از اساتید بزرگ. جناب آقای دکتر صمیمی که از استاد گوش حلق و بینی هستند، بیمارستان امیرعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. آقای دکتر اکبری که استاد گوش حلق و بینی هستند در گروه گوش حلق و بینی دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای دکتر حسیبی که مهمان ویژه امشب ما هستند، متخصص عفونی، استاد بزرگ عفونی در بیمارستان امیرعلم و دانشگاه علوم پزشکی تهران که امشب بهشون زحمت دادیم. ایشون میدونید در این مدتی که شیوع کرونا زیاد شد، از اسفند تا حالا درگیر بیماران کرونا هستن در بیمارستان امیرعلم، چون یکی از بیمارستان‌های مرجع این موضوع بوده و ایشون تجربیات خیلی خوبی دارن و امشب میخوایم که با ایشون بحث بذاریم که چه کار باید واقعا در برخورد با این بیماری انجام بدیم. اگر واقعا صلاح بدونید، ما 3 تا از اساتید را پشت سر هم مطالبشون رو خواهند گفت. بعد اگر کسی واقعا سوال داره، هم صورت وایس، اگر شما یه علامتی داره ریس هند را بزنید، میتونید ما یادداشت میکنیم و شما میتونید به صورت وایس با ما صحبت بکنید، سوالتون رو بپرسید، اگه کامنتی دارید ارائه بدید و میتونید هم پیام بگذارید، پیام هم خونده میشه و من سعی میکنم که تا اونجایی که امکان پذیر هست پیام های شما رو منتقل بکنم به اساتید و سوال شما رو بپرسم. من از اساتید میخوام یکی یکی اگر ممکن هست سلام علیکی داشته باشن با حضار محترم. آقای دکتر صمیمی اگر ممکن هست وبکم دون با وایس دون روشن کنید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران ارجمند. باعث افتخاره که در محضرشون هستیم و تبادل نظری داریم در مورد راهکارهایی که ما میتونیم در زمان این پاندمی در تو مملکت خودمون، بیمارستان و آفیس خودمون برای مواجهه با این بیماری به کار بگیریم. خیلی ممنون که این فرصت به من داده شد. تشکر. خیلی ممنون آقای دکتر.
آقای دکتر حسیبی اگه ممکن هست وبکمتون رو روشن کنید. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از معرفیتون. به همه دوستانم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر اکبری. آقای دکتر اکبری شما وایستون رو روشن کنید. آقای دکتر اکبری صدای شما نیست. آقای دکتر اکبری آقای دکتر اکبری شما صدای ما رو دارید؟ آره من روشن کردم. خب شما بفرمایید. بله سلام عرض میکنم خدمت اساتید، جناب آقای دکتر برادرانفر، جناب آقای دکتر صمیمی و جناب آقای دکتر حسیبی. ممنون که لطف کردید منم دعوت کردید که از نظرات شما استفاده بکنم و در این گروه باشم. در خدمتم. خیلی ممنون آقای دکتر. اگه ممکنه وبکمتون رو خاموش کنید که شروع بکنیم. من فکر میکنم که ابتدا از آقای دکتر حسیبی شروع بکنیم. آقای دکتر حسیبی میدونید که ما جراحی اندوسکوپی سینوس میخوایم بکنیم. کار اصلی ما روی بینی و سینوس هاست. محل تجمع کرونا ویروس کووید 19 و میدونید که به هر حال یکی از رشته‌های پرخطر در این کار گوش حلق و بینی هست که تعدادی هم که درگیر شدن نسبتاً زیاد هست. برای همین هست که اگه ممکن هست شما هم وبکمتون رو روشن کنید، هم وایستون و هم اسلایداتون رو بذارید که استفاده بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. ببخشید باعث تأخیر شدم. آقای دکتر فرمودن شرایط الان شرایط خاصیه و به هر حال کرونا تو تمام مسائل روزمره زندگیمون اثر گذاشته. خب مسائل پزشکی هم مستثنا از این قضیه نیست. امروز میخوایم بحثی داشته باشیم در مورد سایه‌ای که کرونا روی مسائل به حساب بیماری‌های ENT خصوصا بحث جراحی اندوسکوپی سینوس گذاشته. خدمتتون عرض شود که اول دو تا نکته خدمتتون بگم. یه نکته اول این که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن نازوفارنکس و اوروفارنکس سایت اصلی کلونیزیشن این ویروسه. در حقیقت میگن لنگرگاه اصلی ویروس کرونا نازوفارنکس و اوروفارنکسه. بنابراین این نکته رو باید بدونیم که مریض هایی که پلوما میان ممکنه بسیار اینفکته باشن، حاوی ویروسن و این ویروس رو خیلی راحت میتونن به ما و بقیه پرسنل و بیمارای دیگه منتقل کنن. نکته بعدی اینه که خدمتتون عرض شود که ما برای مریضایی که میخوایم یه کار جراحی انجام بدیم، این مریضا ممکنه کرونا داشته باشن. این کرونا ممکنه علامت نداشته باشه، آسیمپتوماتیک باشه، یا فرض بفرمایید سمپتوماش خیلی خفیف باشه اصلا نتونیم ما تشخیص بدیم. جراحی میتونه این عفونت رو بیدار کنه، مثل یه آتشفشان خاموش که الان فوران کنه. در حقیقت با یه بیماری روبرو خواهیم شد که بعد از عمل دچار کامپلیکیشن خواهد شد و باعث افزایش ریسک مورتالیتی اینتوبیشن بیمار خواهد شد. پس این دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که پس ما مریضون به شدت اینفکتن و میتونن به ما منتقل کنن. دو این که خودشون ممکنه برای خودشون مشکل ساز بشن به دنبال جراحی، چون جراحی یه استرسه. خدمتتون عرض شود که پس این دو تا نکته میگه به ما که اسکرین بیماران ENT بسیار واجبه. هر دو این نکته ها اینو به ما میگه. خب اگر ما یه توضیح کلی داشته باشیم، چون من قراره یه چیزای کلی بگم و دیتیلش رو اساتید محترم میگن تو اتاق عمل و آفیس. خدمتتون عرض شود در مورد کرونا از نظر کلاسیفیکیشن بالینی میشه 3 قسمت تعریف کرد. یکی یه سری مریضا هستن که اصلا سیمتوم ندارن، کاملا بدون سیمتومن و هیچ علامت بالینی ندارن و اینا میتونن که کرونا رو تو مثلا نازوفارنکس یا اوروفارنکسشون داشته باشن و منتقل کنن. البته ریسک این انتقال
اینکه چقدر به نظر مثل زیاد نباشه. یعنی ما ناقلین بدون علامتمون مثل کسایی که علامت دارن عفونت رو منتقل نمیکنن، ولی واقعیتش اینه که این عفونت هست و میتونه منتقل بشه. گروه دوم افراد پری سیمپتوماتیک هستن، یعنی افرادی هستن که اگر ولشون کنیم یعنی 2-3 روز بعد معمولا دچار علامت میشن. این افراد تو دوره کمون بیماری هستن و خدمتتون عرض شود اینکه از چند روز قبل از دوره کمون این عفونت میتونه به بقیه افراد منتقل بشه معلوم نیست. حالا میگن معمولا 48 ساعت قبل از دوره شروع علائم بالینی میتونه این عفونت منتقل بشه و اینفکشس باشه. پس این دو گروه اصلا سیمپتوم ندارن. گروه سوم خب گروه بیماری سیمپتوماتیک هستن. حالا سیمپتوم ها معمولا شامل سیمپتوم های تنفسی که خیلی هم میمیش میکنه سیمپتوم های بیماری ENT. از این نظر باید خیلی مراقب باشیم. بعضی وقتا هم که خب نه خیلی پر سر و صدا و با پنومونی همراهن و خیلی هم مشکل ساز میشه و خیلی هم اینفکشسه. خب طبیعتا بیماران سیمپتوماتیک بیشتر میتونن افراد دیگر رو درگیر کنن. شما اگه یه دقت بکنید به علائم افرادی که کووید 19 دارن، خب سرفه که بیشتر سرفه خشک، تب، درد گلو، میالژی دیسپنس، اختلال حس بویایی و چشایی. نگاه کنید خیلی از این سیمپتوم‌ها رو ما تو بیماری ENT ممکنه تو درمونگاه، تو مطب‌ها ببینیم. و نکته مهم پس اینه که ما بیمارای ENT وقتی به ما مراجعه میکنن ممکنه علائم کووید 19 داشته باشن و ما اینا رو میس بکنیم، کووید 19 شون رو میس بکنیم و علائمشون رو بذاریم به حساب بیماری ENT شون. و این خیلی خیلی مهمه که خوب از مریض شرح حال بگیریم که بتونیم مریضامون رو جدا کنیم و کرونا رو تشخیص بدیم. خب ما برای تشخیص یه عفونت کرونا چند تا کار باید بکنیم. یکی که خوب هیستوری بگیریم. هیستوری از چه نظر؟ از این نظر که مریض که پلوما اومده در عرض 2 هفته اخیر علائم به نفع عفونت کووید 19 داشته، عفونت کرونا داشته، مثلا علائم تنفسی مثل تب، گلو درد، سرفه، میالژی یا تنگی نفس داشته، یا علائم گوارشی که الان بیشتر هم دیده میشه مثل اسهال، استفراغ، اینها. پس این هیستوری خیلی مهمه که مریض که پلوما میاد اینو ازش بپرسین الان علامت داره یا در عرض 2 هفته گذشته علامت داشته یا نه. چون اگر داشته باشه فعلا با توجه به پاندمی که وجود داره کرونا تشخیص اولمون خواهد بود. خب برخوردمون متفاوت خواهد بود. مسئله بعدی اینه که ازش بپرسیم تو خونهشون کسی بیمار کرونایی وجود داشته که به حساب ایشون باهاش کلوز کانتکت داشته باشه. پس کلوز کانتکت، سابقه کلوز کانتکت خیلی مهمه، چون این مسئله رو مطرح میکنه که ایشون ممکنه تو دوره کمون یه بیماری خودش باشه. خب بعد از هیستوری و فیزیکال اگزم دقیق که خیلی خیلی هم مهمه، میریم سراغ چی؟ مریض که میتونیم از مریض یه CBC انجام بدیم براش. کانته لنفوپنی زیر 1100 میتونه برای ما یه مقدار تشخیصی باشه، حتی پاتوگونومونیک نیست ولی خب میتونه کمک کنه به تشخیص. همطور CRP بالا و LDH بالا. ما عملاً این 3 تا آزمایش رو تو بیمارستان برای مریضا درخواست میکنیم به طور اولیه که مریضایی که میان درمونگاه میشه اینو براشون درخواست هست. بس لنفوپنی 1100 و CRP مثبت و LDH بالا. روش‌های دیگه یکیش مولکولاره که همون PCR هست، استفاده از روش PCR برای تشخیص ویروس. روش‌های سرولوژیک و ایمیجینگ که من اینا رو به صورت دیتیل تر براتون میگم. خب PCR همونطور که میدونید یه PCR مثبت یعنی تشخیص قطعی، یعنی مریضی که PCRش مثبت بود میشه تشخیص قطعی. اما واقعیتش اینه که تست PCR درسته که خیلی اسپسیفیکه ولی حساسیتش خیلی پایینه. خیلی خیلی بستگی داره شاید بیشتر از 30 تا 5 حد اکثر 50% نتیجهش مثبت نشه. تازه این شرط و شروط داره. شرط و شروطش اینه که خب ما باید سوابمون سواب پلاستیکی یا از این فایبرهای سنتتیک باشه. سوابای چوبی یا کلسیومی ویروس رو از بین میبره، پس سوابای مناسب نیستن. کار سوابی این که اصلا استفاده از سواب نازوفارنکس برای نمونه‌گیری برای PCR اصلا کار خوشایندی نیست. نه کسی که انجام میده دوست داره انجام بده، نه کسی که بیماری که براش انجام میشه. طبیعتاً ممکنه به صورت مناسب و دقیق انجام نشه. خب اینم ریت مثبت شدن PCR رو
کم میکنه. پس کلا تستی که حساسیتش پایینه تو کشور ما مخصوصا بیشتر پایینه، چون هم کیتای استانداردی نیستن، همین که نوع نمونه گیری خیلی مهمه و اینکه نمونه هم سریع انتقال داده بشه به آزمایشگاهی که بتونه این نتیجه رو زود بده. مسئله بعدی اینه که خب پس ما مریضایی داریم که چه سیمتوماتیک ممکنه باشن، کرونا داشته باشن، چه ای سیمتوماتیک ناقل بدون علامت باشن، همه اینا ممکنه پی سی آرشون با درصد خیلی زیادی منفی باشه. یه مسئله مهم دیگه هم اینه که کاستش خیلی بالاست، قیمت گرونی داره و معمولا اویلیبل تو همه بیمارستان‌ها نیست. ما مریض رو باید بفرستیم بیرون یه جایی خصوصی انجام بده، آیا درست انجام دادن ندادن، این مسائلی که برای این وجود داره. یادمون باشه پس ما چندین بار باید تست پی سی آر انجام بدیم تا بتونیم رول اوت کنیم یه عفونت کرونا رو. با یکی دو تا تست هم شاید نشه. حالا باید ببینیم آیا انقدر ریسورسامون غنی هست که انقدر ما پی سی آر داشته باشیم که بتونیم انجام بدیم. خدمتون عرض شود که در مورد سرولوژی خیلی صحبت شده بود. اول خب از لحاظ تئوریک اینه که چند روز بعد از شروع علائم ما یه آی جی ام داریم که بالا میره، حدود 2 هفته تو خون میمونه و وجود آی جی ام همراه با آی جی جی یا بدون آی جی جی وجود آی جی ام تنها نشونه عفونت حاد خواهد بود و بعد از هفته دوم هست که آی جی جی ظاهر میشه و وجود آی جی جی به تنهایی نشونه اینه که مریض بهبود یافته. خب این از لحاظ تئوریکه، ولی تو عمل اخیراً CDC هم گفته واقعا این تستا معلوم نیست چقدر پروتکتیو باشه. یعنی کسی که آی جی جی داره آیا دیگه کرونا نمیگیره، آیا پروتکشن داره، این اصلا مشخص نیست. الان ما مریضی داریم که 3 ماه پیش کرونا گرفته بود، خودم بستریش کردم با تغییرات ریوی و تغییرات ریوی تیپیک و الان بعد از 3 ماه دوباره اومده کرونا گرفته و تمام علائمو داره، دوباره پنومونی داره، دوباره لمفوپنی داره، LDH بالا. میخوام بگم آنتیبادی‌ها پروتکتیو نیست و اصلا معلوم نیست چقدر تو خون باقی بمونه. به نظر میرسه ما هنوز کار داریم رو تست‌های سرولوژی، باید هنوز ولیدیت بشه. و مسئله بعدی هم اینه که اصلا فالس پوزیتیوش خیلی زیاده. کروناهای دیگه مثل ما یه سری کرونا داریم که سرماخوردگی میدن، اینا ممکنه تست سرولوژیشون مثبت باشه. پس عملا شاید خیلی کمک کننده نباشه برای ما و بیشتر ما رو کانفیوز بکنه. یعنی تستای سرولوژی باعث یه مقدار ما کانفیوز بشه و خیلی شاید در حال حاضر توصیه نمیشه. خب پی سی آر رو که گفتیم خدمتتون، تستای سرولوژی رو گفتیم و مسئله آخر برای تشخیص استفاده از ایمیجینگ. خب همونطور که میدونید چه سی تی اسکن معمولا یه مدالیته چویس انتخابی توی تشخیص بیمارای علامت داری که پنومونی کردن، یعنی کوویدای 19 که پنومونی دارن. خب سی تی میتونیم انجام بدیم که تغییرات تیپیک رو میتونه نشون بده. تغییراتش چیه؟ معمولا یه منظره گراند گلاس 2 طرفه است که بیشتر پلورال بیس، محیطی و 2 طرفه. منتها یه سری چیزهای دیگه هم هست که به ندرت دیده میشه. در واقع وقتی ما این ضایعات رو تو سی تی میبینیم تشخیص کرونامون خیلی کم رنگ میشه. مثل چی؟ مثل نودولای ریوی، لیمفادنوپاتی، پلورال افیوژن و نوموتوراکس و کویتیشن، اینا رو خیلی کمتر میبینیم. مهمش همون گراند گلاس اپیرنسی که به حساب تشخیص داده میشه. الان خدمتتون میذارم یه همچین منظره‌ای که به حساب ضایعات اینترستیشیل و گراند گلاس و خدمتتون عرض شود و محیطی چسبیده به پلف 2 طرفه معمولا هستن که یه تیپیکال سیتی برای به حساب بیماری که کرونا داره. یه مطالعه‌ای که شده تو ووهان چین روی حدود 1014 بیمار چه سیتی انجام شد و پی سی آرشون 59% مثبت بود، منتها چه سیتیشون یافته‌اش 88% بود که این نشون میده حساسیتش بیشتر از خدمتتون عرض شود که پی سی آر بوده. حساسیت تشخیصی سیتی بیشتر از پی سی آر. علاوه بر این که سیتی تو مریضای علامت دار کمک میکنه، مطالعات نشون دادن تو افراد بدون علامت، افرادی که اصلا علائم ریوی هم ندارن، سی تی اسکن میتونه تشخیصی باشه و یه سری ضایعات رو نشون بده. یه مطالعه باز رترواسپکتیو توی 112 بیمار انجام شده بود که این 112 بیمار بی علامت بودن، ایسیمتوماتیک بودن. حدود 54% ضایعاتی تو سیتی داشتن که به نفع عفونت کرونا بود
پس چستیتی تو افراد ایسیمتوماتیک هم میتونه یافته‌های نسبتاً کاراکتریستیکی داشته باشه. بیشتر زایاتی که داره اینجا زایات خیلی کمترن، تعداد زایات کمتره، معمولاً یه طرف است، 1 یا 2 لوب هم میگیره. پس یه سری زایات اینترستیشیل و محدود دیده میشه. مثلا همین فلشای قرمزی که هستن، یه سری زایات این مریض میاد درمونگاه سیتیش میکنه، اینو نشون میده، اصلا هم علامتی ممکنه نداشته باشه، ولی وجود اینا نشونه که مریضتون یه عفونت کرونا داره و ممکنه اگه عملش کنید خیلی بیشتر بشه و پر سر صدا بشه. پس اینم از سیتی. پس ما از سیتی میتونی به عنوان یک مدالیته حساس سنسیتیو استفاده کنیم برای تشخیص کووید 19. بس به نظر میسه در دسترس هم باشه، تو همه بیمارستان ها در دسترس باشه، شاید کاستش هم کمتر باشه. کاری که ما تو بیمارستان خودمون میکنیم استفاده بیشتر از سیتی. اما امریکن آکادمی آف اوتولارینگولوژی و هد اند نک سرجری اخیراً باز یه گایدلاینی که داده بود، خب توصیه اصلیش این بود که خب ما اعمال جراحی الکتیو تا میتونیم محدود کنیم به اعمالی که ارجنتن و امرجنتن، یعنی تا میتونیم مریضا رو عمل نکنیم، ولی اگه مجبور شدیم خب ما یه پرسرجیکال اوالویشن انجام میدیم. حالا این تو هر بیمارستانی ممکنه متفاوت باشه بر اساس ریسورس هایی که دارن و در دسترس بودن آزمایشات. خب اون کرفول هیستوری تیکینگ که خب لازمه انجام بشه، فیزیکال اگزم و هیستوری تیکینگ که دقیق گفتم شرح حال علائم مریض چطوره، اگر یه سری علائم حاد 2 هفته‌ای داره مخصوصا مشکوک بشیم به کرونا، همه رو نذاریم به حساب سیمتومای بیماری ENT یا بیماری سینوس یا هر چی. و بعدش هم که یه CBC CRP LDH که برای بیماران ما میخوایم که اگه تغییراتی داشت باز شک میکنیم به این بیماری و نهایتا میریم سراغ CT سرولوژی که الان تایید نمیشه، بیشتر سراغ CT میریم و PCR. حالا هر کدوم در دسترس بود تو هر بیمارستانی، که حالا تو بیمارستان ما از نظر کاست و به حساب در دسترس بودن فعلا CT حرف اول رو میزنه که ما میتونیم یه سری از بیمارامون رو اینجوری تشخیص بدیم و به حساب جداشون کنیم، کارهای خاص انجام بدیم. خب پس ما یه پرسرجیکال اوالویشن برای مریضایی که میان درمونگاه انجام میدیم، یه سری مریضا رو تشخیص میدیم و مثلا اگر فهمیدیم که مشکلی دارن، مشکل کرونا دارن، بهشون میگیم که مثلا 2 هفته یا 4 هفته فعلا نمیشه مریض عمل شه و بعد از 4 هفته بیاد دوباره ارزیابی شه. این یه کاری که ما بعد انجام بدیم. کار بعدی چیه؟ کار بعدی اینه که ما یه پروتکشن بعد داشته باشیم برای کسایی که تو مطبا هستن، خدمتتون عرض تو بیمارستان‌ها و اتاق عمل هستن، که الان که پاندمی کرونا است افرادی که دارن تو بیمارستان کار میکنن آلوده نشن. خب اصلا کرونا بحث دراپلت پرکاشن و ایربورن پرکاشن رو به دنبال خودش داره. دراپلت پرکاشن یعنی چی؟ یعنی برای بیماری هایی که توسط ذرات ریز تنفسی که عمدتاً بیشتر از 5 میکرون هستن، ما باید یه سری احتیاطات انجام بدیم که مهمترینش استفاده از ماسک معمولی، ماسک جراحیه، در سرجیکال ماسک. خب اینا که اگر یه مریضی اومد قطعاً کرونا داره یا مشکوک به کرونا، فقط میخوام یه فیزیکال اگزم ساده براش انجام بدیم، میخوایم شرح حال بگیریم، فیزیکال اگزم ساده براش انجام بدیم، یا حتی بعضی وقتا یه معاینات ساده که البته منجر به سرفه و عطسه نشه، همین استفاده از ماسک سرجیکال و عینک کفایت خواهد کرد، یعنی به عنوان PPE. مسئله بعدی چیه؟ ایربورن پرکاشنه، یعنی ما بعضی وقتا یه پروسیجرهایی برای مریضا انجام میدیم، مثلا مریضای ENT که آیروسل ایجاد میکنه. آیروسل از نظر تعریفی اندازش زیر 5 میکرونه، 1 تا 5 میکرونه، تو فضا بیشتر باقی میمونه، زود سقوط نمیکنه، بیشتر از 1 متر 2 متر انتشار پیدا میکنه. بنابراین بعضی از پروسیجرها تو مریضای ENT عملا و اساسا آیروسل تولید میکنن. مثلا ممکنه مریض رو بیایم ساکشن کنیم، چه میدونم اینتوبش بکنیم، خب اینا آیروسل تولید میکنه. غیر از این آیروسل کی تولید میشه؟ وقتی که یه مریض معمولیه ولی داره عطسه و سرفه میکنه. خب عطسه و سرفه هم دراپلت ایجاد میکنه هم آیروسل. پس اگر من اومدم یه معاینه انجام بدم، بازم قابل پیش بینی نیست که مریضم سرفه نخواهد کرد، عطسه نخواهد کرد، بهتر اقداماتی که انجام بدم برای آیروسل باشه، یعنی ایربورن پرکاشن انجام بدم که همونطور که میدونید احتمالاً
بعد از ماسک‌های تنفسی استفاده کرد که همونطور که شنیده حتما ماسک N95 اینا رو شنیدین. این یه سرجیکال ماسک ساده است که گفتم دراپلت پرکوشنه که برای ویزیت روزانه مریضا میشه استفاده بشه. ولی ما در مورد پروسیجرهایی که آیرسول تولید میکنن حالا یا کسایی که سرفه و عطسه میکنن حتما باید ماسک‌های تنفسی استفاده کنیم که 3 نوع ماسک تنفسی هست. FFP1 که این حدود 80% ذرات آروسل ها رو فیلتره میکنه، FFP2 هست 95% ذرات رو فیلتره میکنه و FFP3 که 99%، که عملا ماسکایی که استفاده میشه باید حدود 95% به بالا باشه. یعنی ما چیزی که استفاده میکنیم FFP2 و 3 هستن برای airborne precaution که حالا امریکاییش میشه N95، FFP2 اون اروپاییشه، N95 آمریکاییشه. به هر حال ماسکای تنفسی که استفاده میشه برای airborne precaution. این نمونهش هست، نگاه کنید این FFP1 که حدود 80% ذرات رو فیلتره میکنه، حدود 20 بالای 20% این لیک داره. خیلی ماسک مناسبی نیست برای اون پروسیجرهایی که آیرسول تولید میکنه. نگاه کنید از بندش میشه فهمید نوشته FFP1 روش و بندش هم زرده. FFP2 که این بغلیاست اینا معمولا بندشون سفید و آبیه. این البته یه والو هم داره برای بازدم، خدمتتون عرض که استفاده میشه و این ماسک مناسبی خواهد بود برای اون پروسیجرهایی که آیرسول تولید میکنن. و یه FFP3 هم داریم که بندش قرمزه. پس FFP2 بند به حساب آبی یا سفید داره و FFP3 هم که قرمزه و این 99% آیرسول ها رو در حقیقت فیلتر میکنه. این هم یه ماسک N95. اینا تو همشون توشون فیلتر داره و کارشون رو مناسب انجام. خدمتتون عرض شود که خب اما تو آفیس و کلینیک ما چیکار میتونیم بکنیم؟ خب چیزی که مهمه این که اگر یه مریضی میخواد بیاد مطب، قبلش اگه میشه یه هیستوری تلفنی ازش بگیریم که آیا علائم به نفع کووید 19 داره یا نه، علائم تنفسی در رأسش و بعدم خب علائم گوارشی. اگر اینا رو داره بهتره اصلا نیاد مطب. برای چی بیاد مطب که ما ببینیمش حتی؟ و تو مطب سعی کنیم بیماران اگر همراه دارن همراهشون رو بیرون کنیم مگه که واقعا نیاز باشه. پس تعداد بیمار و همراه بعد تعداد همراه محدود باشه. خود بیماران سعی بکنیم با فاصله اجتماعی بشینن و حتما در تمام مدتی که توی آفیس هستن حتما بعد ماسک بزنن بیماران. در مورد استاف، کسایی که حالا همکار پزشک یا خود پزشک اونجا هستن حتما بهتر ماسک استفاده کنن تو تمام مدت کار، تو محل کار تمام مدتی که هستن ماسک استفاده کنن. خود استاف بعد یه حالت سلف مانیتورینگ داشته باشن از نظر کووید 19. همیشه خودشون رو چک کنن اگه علامت دارن، مثلا میالژی پیدا کردن، یه مدتی هی سرفه میکنن حالشون خوب نیست، اسهال پیدا کردن، حتما به حساب دقت کنن نیان سر کار تا این مسئله تشخیص داده بشه و حل شه. و بهتر اون جایی که ما کار میکنیم حتما به نوبت، حالا این ممکنه مثلا بستگی به تعداد مریضا یا اینفکتیویتی مریضا فرق بکنه، حتما پروتکل های دسینفکشن رو تو محیط رعایت کنیم که انجام بدیم. حالا دسینفکشن میتونه با به حساب الکل باشه یا محلولای به حساب هیپوکلوریت سدیم که میشه استفاده شه برای پاکسازی سطوح میشه استفاده شه. خدمتتون عرض شود که پس اتاق ما میتونیم حتما اینطوری سیفش بکنیم. مسئله بعد این که وسایل اضافه تو مطب نباشه، مثلا مجلات، آیتم‌های اضافه، تلفن‌های اضافه، اینا همشون باعث میشه شاید آلودگی ناشی از کرونا بیشتر بشه. خدمتتون عرض شود که بهتر هندروب در دسترس باشه، تو مطب باشه، بیمارا استفاده کنن حتما، یا ازشون بخوایم اگر هندروب نیست دستشون رو مرتب تو مطب بشورن، تو اتاق انتظار دستشون رو بشورن. ما سعی کنیم اگر پرسنل اضافی توی مطب یا اون جایی که کار میکنیم نداشته باشیم، با حداقل پرسنل باشیم و اگر میخوایم یه کار به حساب پروسیجری برای مریض انجام بدیم پی پی رو رعایت کنیم. حالا بر اساس پروسیجر اون پی پی فرق خواهد کرد. آیا پی پی
ماسک معمولی میخواد یا ماسک N95. این بستگی به کاریه که اینترونشنی که برای بیمار میخوایم انجام بدیم. اما توی اتاق عمل مسئله که وجود داره اینه که ما یادمون باشه، ما گفتم ما تو درمونگاه پرسرجیکال اِوالویشن میکنیم که به حساب مریضای کرونا دارن رو نذاریم بیان بستریشن، ولی باز به هر حال یه سری مریضا از دست ما در میرن، فرار میکنن از اون به حساب پرسرجیکال اسکرینینگ که ما انجام میدیم، اون اِوالویشنی که ما میدیم. چرا؟ چون کامل نیست. ما خیلی وقتا اصلا ریسورسامون محدوده از نظر تشخیصی، ما پی سی آر رو نداریم مثلا انجام بدیم، بعضی وقتا سی تی ممکنه خراب باشه، ما ممکنه پس محدودیت داشته باشیم، کمبود داشته باشیم، برای همین مریضامون نتونیم تشخیص بدیم که کرونا دارن، مریض بیاد بستری بشه. یا اینکه اصلا وضعیت بیمار اورژانس باشه و وضعیت اورژانس بیمار این اجازه رو، این وقت رو به ما نمیده که بتونیم خوب ارزیابیش کنیم از نظر کرونا. یا اینکه اصلا ما خوب شرح حال نگرفتیم، مثلا فکر کردیم مریض الان سرفه داره، گلو درد داره، اینها گذاشتیم به حساب مشکل مثلا کنسر زبانش، نمیدونم تومور لارنکسش گذاشتیم یا مشکل سینوسش گذاشتیم، در حالی که مریض کرونا داشتیم، باید بهتر شرح حال میگرفتیم و اومده حالا بستریش. یا اینکه اصلا ما تستامون مگه 100% حساسیتش 100% نیست تستای ما، بنابراین ما همیشه یه سری مریضامون یادمون باشه فرار میکنن از اون اسکرینی که ما قبل از بستری انجام میدیم. پس الان مریض اومده تو بیمارستان بستری شده. وقتی که مریض اومد بستری شد، بعد بدونیم که همه مریضا رو مشکوک تلقی کنیم و بهتر مریضا توی اتاق ایزوله بستری بشن، ویزیتور نداشته باشن تا میتونن ویزیتشون محدود باشه، همراه نداشته باشن، اگر واجب همراه داشته باشن همراهش باید ماسک داشته باشه، فاصله اجتماعی سعی میکنه تا میتونه رعایت کنه چون ممکنه همراهه بگیره، یا اصلا بده خودش هم همراه ناقل باشه به مریض بده. اگه بیمارمون یه ذره کنتاژیوس، یعنی مثلا هی سرفه میکنه، اینها بهتره ماسک داشته باشه بیمار. و من خودم سرفه کردم خدمتتون عرض شود که و هر چقدر زود ممکنه جراحیش انجام شه، مریض رو معطل نکنیم. اگه قرار مریض یه هفته بخوابه تو بیمارستان به هر حال جای آلوده‌ایه، ممکنه از طریق پرسنل مریض کرونا بگیره، برای همین هر چه زودتر باید بیمار تحت جراحی قرار بگیره. خب همونطور که میدونیم جراحی سینوس فس یه پروسیجره که آیروسل تولید میکنه و همونطور که گفتیم ما میایم جایی رو دست میزنیم که لنگرگاه اصلی ویروسه و ما میایم اون مخاط رو میایم منیپولیت میکنیم و بنابراین نیازه که ریسک انتقال رو کم بکنیم. توی به حساب اتاق عمل بهتر مریض زیاد معطل نشه، بنابراین بهتره از جراحای با تجربه استفاده کرد، تعداد استاف اون خیلی کم باشه، هلسکر ورکران تعدادش تو اتاق عمل کم باشه. موقع اینداکشن آنستزی بعد با حداقل باز پرسنل باشه، حتما پی پی باید کامل باشه چون به هر حال آیرسل تولید میشه و بهتره ماسک و به حساب عینک و شیلد و خدمتتون عرض شود که و حتی عینکش بهتره که بهترین عینک شاید این عینکایی که مثل حالت شنا هست استفاده میشه که کامل صورت رو بپوشونه اگر نمیخوایم شیلد استفاده کنیم، و ماسک اون ماسک FFP2 یا 3 یا N95 باشه و بهتره بیهوشی که کارش تموم شد تازه جراحا وارد شن، یعنی پایپینگ که شروع شد تموم شد تازه جراحا وارد اتاق عمل شدن. هر چی تعداد افراد تو اتاق عمل به حساب کمتر باشه بهتره و اتاق بهتر فشار منفی داشته باشه. حالا بس بر اساس شرایط من نمیدونم کدوم بیمارستانا بعد دید که اتاق عملشون وضعیت تهویه فشار منفی داره و بهتره حالا روش‌هایی استفاده کنیم که اگر داریم زخمی و به حساب پوست رو می‌خوایم به حساب کتر بذاریم اینها زیاد نسوزونیم که دود زیاد ایجاد نشه، ولی خب بعضی وقتا اجتناب ناپذیره، بهتر اینا رو ساکشن کنیم. این دودی که ایجاد میشه حاوی ویروس خواهد بود اگر بیمارمون اینفکته باشه و همونطور که میدونید پی پی او کامل پس بعد رعایت کنیم تو اتاق عمل، هم خودمون هم پرسنلمون که میشه شامل معمولا یه سرجیکال کپ، ماسکای مناسب، گان و دستکش. تازه تو پروتکلی که امریکن
آکادمی اتولارینگولوژی گفته، شاید گفته 2 تا گان 2 تا دستکش، ولی خب گفته اگر در دسترس هست بر اساس اینا رو بعد گایدلاین رو بعد بومی سازی کرد در حقیقت. و مسئله مهم اینه که این دانینگ و دافینگ به حساب لباسایی که ما استفاده میکنیم، یعنی اون پی پی ای که ما استفاده میکنیم درست پوشیده بشه، درست هم در آورده بشه که خودمون آلوده نکنیم با اون پی پی ای که انجام میدیم. و روش‌های جدید هم اومده که همه کارا رو مثلا میان زیر یه چادر پلاستیکی انجام میدن که از انتقال ویروس جلوگیری کنن. یه همچین چیزیه. اینم پی پی ای کامله که میشه استفاده. که حالا بعضیا میگن ما اصلا با این شیلد ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، پس بهتره حداقل عینکشون عینک مناسب بشه اگه شیلد رو نمیتونن استفاده کنن. و به این صورت پس ما کی پوینت ها اینه، یادمون باشه بیماریهای ENT حتما اسکرین میخوان از نظر کرونا ویروس، یعنی اجباری که اسکرین بشن بیماریهای ENT، شامل حالا بیماریایی که سینوس سرجری میخوان بشن. و یادمون باشه که بیماریان ENT خیلی خیلی سیمپتوماشون شبیه کروناست و کاملا میتونه یک کرونا آندر دیاگنوز بشه. استفاده از سیتی به نظر من مدالیته خیلی خوبیه، چون خیلی حساس، در دسترس و میتونه تعدادی از بیمارای حتی ایسیمپتوماتیک هم برای ما تشخیص بده که ما زودتر بفهمیم خب مریضا عمل نمیشه. و یادمون باشه علیرغم همه پرسرجیکال اوالویشن هایی که ما انجام میدیم، بسیاری که نه، بعضی از مریضا هستن که از این اسکرینینگ ما فرار میکنن و تو بخش بستری میشن. پس ما بیمارا رو بعد آلوده تلقی کنیم تا خلافش ثابت بشه. فکر نمی‌کنم خلافش خیلی راحت بشه ثابت کنیم. و استفاده از پی پی برای همه افرادی که در تماس با این به حساب بیمارا هستن، چه کسایی که کیر میدن، چه کسایی که فیزیکال اگزم انجام میدن، چه کسایی که اندوسکوپی تشخیصی، چه جراحی، همه اینا باید پی پی مناسب با اون روش انجام بشه. و یادمون باشه اطلاعات در مورد کووید 19 هر روز داره آپدیت میشه و گایدلاین جدید میاد. چیزی که ما الان میگیم مال امروزه و ممکنه در آینده این نباشه. خیلی ممنون، متشکرم، بعداً در خدمتتون هستم. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید. اگه ممکنه اسلایدتون رو ببندید، وبکمتون رو خاموش بکنید. آقای دکتر شما تشریف داشته باشید، چون ما با شما هنوز کار داریم، یعنی حرف زیاد هست. هم خود من سوال دارم، هم فکر میکنم که شرکت کنندگان سوال داشته باشن از شما. خب خیلی ممنون آقای دکتر. از آقای دکتر اکبری درخواست میکنم که آقای دکتر اکبری وبکمتون وایستون رو روشن کنید، اسلایدتون رو بذارید و در خدمت هستیم. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت همکاران و اساتید. خدمتتون عرض بکنم که آنچه که به عهده من گذاشته شده صحبت در مورد پروسیجر هایی که در مطب انجام میشه. همونطور که آقای دکتر حسیبی فرمودن، با توجه به اینکه محل اصلی تجمع این ویروس ها در ناحیه نازوفارنکس و بینی هست، متخصصین گوش و حلق و بینی بیش از همه پرسنل دیگر در سیستم پزشکی باید مواظب این قضیه باشن. آنچه که مشخصه بیشتر از همه، شایع‌تر از همه، دراپلت ها هستن که میتونن باعث انتقال بیماری بشن. چرا؟ چون اون ایربورن ها پروسیجر های خاصی باعث به وجود اومدن اون ایربورن ها میشن. البته حالا عطسه خودش میتونه ایربورن ایجاد بکنه یا سرفه خودش میتونه ایربورن ایجاد بکنه، اما توی یک فضای بسته و در مقابل یک کسی که قطعاً بیماره. بیشتر از همه ما باید مواظب دراپلت ها باشیم در حال حاضر. من عرضم پروسیجر هایی که در داخل مطب انجام میشه صحبت میخوام بکنم در موردش. در نظر داشته باشیم که انجمن‌های مختلفی تقریبا در سراسر دنیا اومدن پروتکل‌های خیلی متفاوتی
ارائه دادن برای کشور خودشون، برای منطقه خودشون. من توی یکی از این اسلایدها، چون مجبورم اونو نمیتونستم به صورت یک اسلاید در انتهای این بیارم، من این اسلایدم رو میبندم که شما اون یکی رو نشون بدم بهتون. این نمونه اون پروتکل هایی که وجود داره. ببینید اگر بزرگش بکنید این رو، شاید بیش از 20-30 پروتکل مختلف، گایدلاین های مختلف توسط انجمن‌های گوش و حلق و بینی کشورهای مختلف توش اومده. ببینید فرانسه، ایتالیا، صربستان، جمهوری اسلواکی و ببینید این چند صفحه است این گایدلاین ها. هر کدوم برای خودشون این گایدلاین ها رو سوا گذاشتن و دارن تاکید میکنن که اجرا بشود. اما این تاکید کردن مال کی بوده؟ در نظر داشته باشید که این مواردی که توی این فاصله گفته شد مربوط به آوتبریک شدیدی بود که چیزی در حدود 1 ماه قبل توی کشورهای مختلف دنیا و خصوصا در نیمکره شمالی اتفاق افتاد. یعنی اینکه این پروتکل ها در زمان اوج پاندمی، وقتی که تمام اروپا گرفتار بود و تمام آمریکا گرفتار بود و کشور چین، ایران و کره شدیداً گرفتار بود، ایتالیا و اسپانیا توش کشتار می‌کرد، این بیماری گفته شد. و اگر دقت بکنیم می‌بینیم که بسیار پروتکل‌های سفت و خیلی پیچیده و خیلی دقیقی توش وجود داره. من یه چیز رو میخوام خدمت اساتید بگم و البته در انتها از خدمت های دکتر حسیبی هم حتما استفاده خواهیم کرد در این مورد. ببینید ما الان در کشور خودمون و در بسیاری از شهرهای خودمون توی ایران، ما از پیک پاندمی یا پیک اپیدمی خودمون گذشتیم. تعداد بیمارانی که قبلا مشاهده میشد، مراجعه میکردن و توشون مثبت در میومد این بیماری، بسیار بسیار کاسته شده. من در مورد مورتالیتی و اینها صحبت نمی کنم اصلا من با اون تیکش اصلا کار ندارم. در مورد اینکه بیمارانی که مراجعه میکردن توی اورژانس ها با علائم تنفسی یا علائم دیگری که در حال حاضر پشت سر هم داره اضافه میشه، الان اون 4 هفته پیش، 5 هفته پیش رو مقایسه کنید، 1 ماه و نیم پیش رو مقایسه کنید با الان، ببینید واقعا الان تعداد بیماران خیلی خیلی کمتر شده و بسیاری از آنچه که آن مواردی که در قسمت پیشنت سلکشن، در مورد هیستوری تیکینگ، در مورد اینکه بیمار رو چطور تشخیص بدیم یا چه آزمایشاتی برای پریکلینیک درخواست بکنیم یا چه آزمایشاتی برای قبل از جراحی درخواست بکنیم، در حال حاضر که ما در قسمت پایین شیب منحنی هستیم، به نظر میرسه که باید ریوایز بشه. و من فقط یک مورد میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید بعد از عید، بعد از تعطیلات فروردین ماه، در بیمارستان لقمان که یکی از جاهایی بود که چیزی در حدود 2500 تا 3000 بیمار کرونایی بستری بود، چیزی در حدود 17200 سی تی اسکن انجام شده و در حدود 2 هفته اخیر فقط و فقط 1.2% از این سی تی اسکن ها مثبت گزارش شدن. و جالب اینجاست که اونهایی که مثبت گزارش شدن اغلبشون بیماری حاد نداشتن، بیماریشون بیماری قدیمی بوده. من میخوام در این مطلب، در این مورد صحبتی بشه در انتها از طرف بقیه اساتید که مایی که الان از پیک رد شدیم، الان باید چه تصمیم هایی بگیریم. آیا دوباره وقتی که اون 40 خورده ای تا پروتکل رو نگاه میکنیم در انجمنهای مختلف، آنچه که در همشون به صورت کامل مشترک هست این قسمت پایینیه، یعنی پی پی. اینکه پی پی چی باشه در قسمت‌های مختلف، اینکه ما با چه جور بیماری سر و کار داریم خب متفاوت هست، اما آنچه که باز بینشون از همه محکمتر و متقن‌تر هست استفاده از FFP2 یا N95،
ماسک های سرجیکال. ببینید این سرجیکال ماسک ها سرجیکال ماسک هایی هستند که N95 FFP2 باشن. ما سرجیکال ماسک های سلایه داریم که هیچ کدوم از اینها رو ندارن. همون ماسک های آبی و سبزی که توی اتاق عمل داریم استفاده میکنیم، اونها به هیچ وجه این شرایط رو ندارن. استفاده از گان های دیسپوزیبل، استفاده از دستکش و پروتکشن چشم، این توی همه این گایدلاین ها مشترک است. حالا من میخوام برم جلوتر بگم کدوم یک از اینها قابل اجرا هست برای ما. در مورد هر آنچه کاری که ما در مطب میتونیم انجام بدیم و ایجاد استفاده از اتمیزیشن رو میگن خب متوقف بکنیم. طبیعتا وقتی ما ماده ای رو چه جامد باشه چه مایع باشه بخوایم پودر کنیم داخل بینی یا گوش بپاشیم، طبیعتا یه همچین مشکلی ممکنه ایجاد بکنیم. به جای ارسال از پلجت ها استفاده بکنیم وقتی میخوایم آندوسکوپی داخل بینی انجام بدیم. و مورد بعدی این که در مطب هر کاری میخوایم انجام بدیم تعداد اینترونشن ها و پروسیجر هامون رو کم بکنیم، به اضافه این که خب اونهایی رو که فکر میکنیم موارد مثبتی هستند از کووید، کارهای الکتیوشون رو حد امکان عقب بندازیم. ببینید یه مسئله‌ای که اینجا وجود داره و اساتید من خیلی دوست دارم در موردش بعداً صحبت بکنن. خب بیماری هست کووید گرفته الان خوبه، خب اینو چی کارش بکنیم؟ عمل جراحی براش انجام بدهیم یا نه؟ چرا عمل جراحی براش انجام بدیم؟ چرا عمل جراحی رو عقب بندازیم براش؟ کی میتونیم مریض کوویدی رو بیهوش بکنیم؟ ببینید ما الان دیگه در ابتدای بیماری نیستیم، ما انتهای بیماری هستیم. کلی مریض داریم در سطح شهر که مریض این بیماری رو گرفتن، الان اومدن پیش ما برای پروسیجرهای غیره. در مورد اینها باید تصمیم بگیریم و چی کار باید بکنیم. این اسلاید رو اگر دوستان لطف کنن بزرگش بکنن و ببینن خیلی جالبه. این اسلاید در مورد پی پی هست برای بیماران آوت پیشنت و اونهایی که توی اتاق عمل میخوان انجام بشه کارشون. ببینید استپ‌های مختلف، این استپ‌هایی که نوشته شده یعنی ترتیب استفاده از این لوازم هست، چجوری اینها پوشیده بشن. وقتی که توی مطب میخوایم کار انجام بدیم، مثلا اول کلاهمون رو بذاریم، بعد دستکشمون رو بزنیم، بعد گانمون رو بپوشیم، بعد ماسک 95مون رو بزنیم، بعد شیلدمون رو بزنیم، بعد لایه دوم دستکش لاتکس وینیلمون رو بپوشیم. و اگر در اتاق عمل داریم کار میکنیم، اول کفشمون، بعد کلاهمون و بعد ماسکمون رو. توجه بفرمایید بسیاری از این گایدلاین ها مواردی رو دارن به ما میگن که حقیقتا در دسترس ما نیست. برای مثال این رسپیراتورهای پاورد به اصطلاح، این رسپیراتورهای پاورد که به صورت این ماسک های خیلی بزرگ با لوله هایی که این پشت سوار میشن، درست مثل اون لباس های فضانوردی. ببینید اصلا من از این دیدم، نه تو بیمارستانی دیدم ازش استفاده بشه و بعضی‌ها تو بیمارستان مسیح دانشوری تو آی سی داشتن استفاده میکردن. جای دیگه الان من از اساتید بپرسم اصلا هیچ کس از این توی اتاق عملشون دیدن استفاده میکنن؟ استفاده نمیکنن. استفاده کنیم. پس بعد الان وقتی داریم با هم بحث میکنیم مواردی رو بحث بکنیم که قابل اجرا و استفاده باشه. و بعدم گان و دستکش هست. و اما مورد مهم بعدی دیگه اینه، دقیقاً موقعی که دانینگ یا دافینگ انجام میدیم کدومی که از اینها رو اول بپوشیم، کدومی که دوم. چیزی که آقای دکتر من اینو میخوام تاکید بکنم چون خودم مجبور شدم از چندین جسد طرحهای تحقیقاتی نمونه بگیرم. اینو میخوام بگم واقعا انجام دادن این کار بسیار مشکله. اینکه ما یاد بگیریم این رو دقیقاً به این فرمی که اینجا نوشته شده بپوشیم و به این فرم خارجش بکنیم. شاید من قبل از اینکه برم داخل بخش این رو 2 بار چک کرده بودم و پیش خودم میگفتم که خب حالا میرم اینو انجامش میدم و وقتی رفتم اونجا تازه فهمیدم که اصلا چقدر مشکل انجام دادن این، به صورتی که آدم
نکنه، لباسایی که تنش میخواد بکنه رو آلوده نکنه. بنابراین من میخوام بگم که اگر کسی هم میخواد انجام بده باید اینها چندین و چند بار انجام بده تا این ملکه ذهنش بشه و اون وقت دیگه این گزارش هایی که میاد میگن که آره شخص N95 هم داشت، گانم زده بود، ماسکم زده بود، فلانم زده بود ولی گرفتار شد. خب ببینید خیلی از موارد شاید این گرفتار شدن ناشی از همین اشکال که این موارد رو رعایت نمی‌کنیم، چه توی کار مطلب. من چند تا نکته عملی میخوام صحبتش رو بکنم. من دیدم که بین سوالاتی که اینجا بود سوال شد در مورد اینکه توی مطلب ما چجوری دزینفکشن انجام بدیم، تلسکوپمون رو چطور دزینفکت بکنیم، آندوسکوپ سرساکشنمون رو چطور استفاده بکنیم و چطور دزینفکت بکنیم. ببینید واقعیت اینه که شاید بهترین دزینفکشن ها رو همکاری دندانپزشک ما داشتن. حتی قبل از کرونا پروتکل هایی که اونها برای دزینفکشن دارن یکی از بهترین ها میتونه همون باشه. ما اطلاعاتمون در مورد دزینفکشن ها کمه، حالا که دندانپزشک‌ها بیشتره و خصوصا در بیمارستان هایی که شما کار میکنین واحد کنترل عفونت و بهداشت بیمارستان خیلی دقیق تر میتونه به شما کمک بکنه. ببینید در عرض 2 ماه 3 ماه اخیر مقدار بسیار زیادی مواد ضد عفونی کننده تقلبی اومد توی بازار که داخل بسته ها و جعبه های مواد کاملا اصل بود و بسیاری از اونها دیدی توی تلویزیون و این ور اون ور و توی بیمارستان ها هم فروخته شد. من خواهشی که دارم اینه که اولا از سایت وزارت بهداشت در این مورد حتما استفاده بکنید، این یک. دوم از همکارای دندانپزشکتون بپرسید ببینید در حال حاضر از چه مواد دزینفکشنی استفاده میکنن. سوم اینکه چند سری ابزار داشته باشیم. خب یه مقدار مشکله، شاید مثلا چند تا تلسکوپ تهیه کردن برای فرد مشکل باشه، اما خب ببینید اگر میخوایم انجام بدیم در شرایطی که ما میخوایم بیمارمون به کس دیگه ای منتقل نکنه باید این مسئله رو به جون بخریم، یا اینکه بین هر کدوم از آندوسکوپیامون حداقل 10 دقیقه صبر بکنیم. چرا؟ ببینید همین الان اگر دزینفکشن های مختلف رو موادش رو شما ببینید میبینید که حداقل زمانی که برای دزینفکشن نوشته شده 10 دقیقه است. الان من یه لینک خدمتتون میذارم، این لینک رو شما لطف کنید، یه لینک رو من خدمتتون میذارم اینجاست، توجه بفرمایید. این لینک تمام مواد دزینفکشنی که در حال حاضر وجود داره و نوع جرم هایی رو که پوشش میده و مدت زمانی که لازم هست برای این کار رو در اختیارمون میذاره. من خواهش میکنم از دوستان لطف کنن روی این لینک برن و استفاده بکنن از این و ببینن که هر کدوم از موادی که دارن استفاده میکنن چقدر موثره. راه دیگهش اینه که روی اون ماده‌ای رو که دارن استفاده میکنن اون گایدش رو بخونن. ببینید روی ما چیزی که اصلا هیچ وقت این کارو نمیکنیم، راستش رو بخواید ما روی اون به اصطلاح بروشورش رو نمیخونیم یا روی اون ظرف رو نوشته نمیخونیمش اصلا که آقا اگر شما ماده اگر 10% استفاده بکنید این مقدار دقیقه، اگر 5% استفاده کنید این مقدار دقیقه برای فلان فلان و فلان ویروس وجود داره. توی این سایت و توی این لینکی که من اینجا گذاشتم دقیقاً همه اینها وجود داره دونه به دونه و میتونید ازش استفاده بکنید. موردی که هست اینه که یه لطفی بکنید اساتید محترم دوستان و کسایی که دارن گوش میکنن، یه کوچولو حواسمون به سالن انتظار مطبمون باشه. این رو من از این جهت دارم عرض میکنم. ببینید داخل خب شما خودتون حاضر همه چی رو متناسب با شرایط اصلاح کردید، فاصله اجتماعیتون رو فرض بفرمایید حفظ میکنید، لباس میپوشین، گام میپوشین، دستکش و فلان و بهمان و هر چیز دیگه. میایم بیرون میبینیم تمام مردم تو حلقه هم دارن توی سالن انتظار دارن صحبت میکنن. البته خب این قطعا مربوط به کلینیک ها و مطب اساتید قدیمی هست. خدمتتون عرض بکنم که چند وقت پیش یکی از اساتید عفونی خیلی بزرگ، یکی دیگه از اساتید رفته بود توی مطب ایشون و اونقدر این
عدم رعایت فاصله اجتماعی رو دیده بودن و صحبت شده بود در موردش که توی فضاهای اجتماعی پیچید و عکس و فیلم و فلان و اینها. من میخوام این رو در نظر داشته باشین، لطف بکنید همه دوستان در مورد اینکه توی سالن انتظار داره چه اتفاقی میفته لطفاً توجه بفرمایید. یکی از بهترین راه‌ها برای اسکرینینگ مریض اینه که اون منشی یا کسی که اونجا هست بلافاصله در مورد علائم احتمالی و یه شرح حال مختصر از بیمار بپرسه، نه از خود بیمار، از اینکه در عرض 1 ماه اخیر کجا بوده، چی کار میکرده، چجوری بیرون میرفته میومده، خریدشو کی واسش انجام میداده، آیا با ماشین میرفته، با اتوبوس میرفته. و ما داشتیم اون رو چند روز پیش طرف میگفت بیمارستان مسیح دانشوری بستری، چون راننده های اسنپ بودن و اونا هم خب پشت سر هم بلافاصله پخش میکردن. و مورد آخر، من یه اسلاید کوچیک دیگه که میخواستم نشون بدم در مورد اینه. ببینید اگر این اسلاید رو بزرگش بکنین خیلی جالبه. این ENT UK در مورد نازواندوسکوپی برای خارج کردن تیغ ماهی، ببینید چه پروتکلی اینجا نوشته شده. یه پروتکل خیلی دقیق با چندین قسمت. توجه بفرمایید. اگه اینو بالا پایینش بکنیم میبینید چه پروتکلی پیچیده. اما وقتی میریم پایین این 2 تا ستاره رو توجه بکنید، این 2 ستاره که اینجا هست، این 2 ستاره رو وقتی نگاه میکنیم میاییم بالا، دوباره میرسیم به چی؟ میرسیم به PPE، ماسک FFP2 و 3، پروتکشن چشمی و گان دولایه، گان قابل شسته، غیر قابل شستشو و در نظر داشته باشیم. ببینید بسیاری از اینها واقعیت اینه که در دسترس ما نیستن و ما نمیتونیم اینا رو استفاده بکنیم. این که چطور توی این شرایط از آنچه که در اختیار ماست استفاده بکنیم خودش بسیار مهمه. در حال حاضر ماسک‌های N95 که توی بازار هست بسیاری تقلبی بینشون هست. من خیلی جالب بود از آقای دکتر حسیبی یاد گرفتم در مورد اون بندهایی که رنگ بندهایی که در مورد ماسک ها بود. اما اینو در نظر داشته باشید. ببینید الان تمام کارخونه‌های دستمال کاغذسازی ما هم داره ماسک N95 تولید میکنن و میگن که ما N95 داریم میسازیم. خب اونا رنگ بندش رو اصلا رعایت نمیکنن. تازه حالا دستمال کاغذی سازا که خوبه، وقتی میبینید ایران خودرو و سایپا هم داره چیز درست میکنه. من خواهشی که دارم این که اگر میخواین استفاده بکنید از ماسک های N95 که توصیه واقعا به نظرم میرسه کسی که میخواد بره توی مطب حداقل ماسکی که باید بزنه ماسک N95 حداقلش اینه که قبلش ماسک رو ببرید، یه بار داخلش رو ببینید چند لایه است، ببینید کمتر از 5 لایه نباشه. بعضیاشون ماسک لایه زغالی داخلشون هست، حداقل ماسک لایه زغالی رو ببینید استفاده بکنید. و مورد بعدی که هست این که دوباره میتونید از سایت وزارت بهداشت در مورد این که کدومی که از این ماسک ها قابل اعتماد هست کدوم قابل اعتماد نیست بپرسید. یکی از دوستان سوال کرده بودن توی آندوسکوپی تلسکوپ رو ما تو مطب چجوری با اسپراهای فست میتونیم ضد عفونی بکنیم یا خیر. من میگم که لطفاً بروشورش رو بخونید. روتا ویروس و کرونا ویروس و سارس دقیقاً به همین مقدار عمر میکنن، دقیقاً به همین مقدار کرونا ویروس عمر میکنن و اگر شما همون رو پیدا بکنید، این که ببینید 3 دقیقه 5 دقیقه یا 10 دقیقه است، همون میتونه گاید شما باشه برای استریل کردن. من عرض دیگه ای ندارم. خیلی ممنون آقای دکتر. اگه ممکنه اسلایداتون رو ببندید در خدمتتون باشیم تا بعد سوالاتی که افراد پرسیدن جوابگو باشید. از آقای من فکر کنم این مقدار دارن همه خسته میشن و از آقای دکتر صمیمی عزیز خواهش میکنم که در مورد
مسائلی که باید در اتاق عمل رعایت بکنیم صحبت بکنن. حرفاشون قطعا آموزنده خواهد بود. خیلی ممنون آقای دکتر. وبکمتون رو روشن بکنید، وایستون رو روشن بکنید. خب به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من خیلی خوشوقتم در محضرتون هستم و استفاده کردم از صحبت ها. حالا نقطه نظرات رو شنیدم، البته یه 2 تا کوچولو من عرض بکنم خدمتتون که دیسینفکتان شاید تو اکبری فرمودن. اتفاقا مشکل ما با ویروس ها نیست، اکثر ویروس ها رو میکشن همونجور که میدونید. مشکل قارچ هست، مشکلات تی بی هست، اینا هستش که اونا یه چیزی حدود 20 دقیقه دیسینفکتورهای خوب بعد در واقع رو وسایل ما باشن تا بتونن استیل بکنن. به همین خاطر من فکر میکنم به طور عام موافقم، ولی به هر حال چسبیدن به گایدلاین‌های معتبر و لاجیکال کار کردن ما رو میتونه مسئول‌تر بکنه. یک، امکانات خودمونم ببینیم. دو، من خودم از اونایی هستم که موافقم که بسیار ما امکاناتمون کمتره و نکته مهمتر این هستش که یک لاجیکی برای خودمونم بذاریم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که ما الان ویروسمون کمه اون سرمایه گذاری قرنطینه ها و تعطیلی هایی بوده که الان داریم میبریم. معلوم نیست که این واقعا سیر ویروس باشه و ما قسمت پایین اپیدمی باشیم، یعنی تو دانوارد شیب اپیدمی باشیم. ممکنه باز با یکم بی احتیاطی ما دچار یک کرایز دیگه بشیم. حالا به هر حال این گایدلاین‌ها رو فرمودم، من سعی می‌کنم چند تا از گایدلاین‌ها رو مرور بکنم، اون قسمتاش که فکر می‌کنم به کار ما میاد و لاجیک ما رو میتونه تغییر و تحت تاثیر قرار بده با هم یه ریویو می‌کنیم. خیلی ممنون میشم که با هم تعامل داشته باشیم. اجازه بدید من خب دقت بفرمایید. مهمترین دلیلی که ما میتونیم و کاری که میتونیم بکنیم که ویروس رو نگیریم و آلوده نشیم که ازش اجتناب بکنیم. این راه اصلیه، ولی یادمون باشه ما پزشک هستیم و به هر حال مریضا به ما مراجعه میکنن. گوش حلقوی هم همونجور که دوستان گفتن با سورس اصلی ویروس در تماس هست. یک گایدلاینی من میذارم خدمتتون که حالا دقت بفرمایید. ما CDC هستش، 18 می تقریبا حدود مثلا یه ماه قبله. به دقت 11 تا آیتم رو برشمرده که صحبت‌های دوستان گفته شد تو این قسمت‌ها. من یه قسمت‌هایش که فکر می‌کنم مهمتر باشه هایلایتش می‌کنم که اگه لطف بفرمایید با هم دیگه بریم جلو. خب دقت بفرمایید که واقعیتش این هستش که ما محدودیت همون بالا هستش و وسایلمون محدوده. باید ببینیم که چه حجمی از مریض ها رو داریم و مریض هایی که مهمتر هستن رو سلکت بکنیم و بیماریابیمون رو درست انجام بدیم تا مریضایی که آسیب میبینن رو بیشتر مواظبشون باشیم و ازشون حمایت کرده باشیم در این پاندمی. همچنین از کیا باید حمایت بکنیم؟ از پرسنلمون. دوستان فرمودن روش‌های مختلف رو، حالا گایدلاین‌های مختلف وجود دارن، لاجیکایی هستش که خیلی شو اتفاقا میشه انجام بدید. مثلا دکتر حسیبی فرمودن، آقای دکتر اکبری فرمودن، ولی منم بهش نمیخوام بپردازم، ولی راحت میشه در یه ستینگ بیمارستانی اجرا کرد. مواظب هم باشیم، اگه کسی مریض در واقع همدیگر رو در واقع مواظب باشیم وقتی مریض هستیم به هم هشدار بدیم، به مسئولینمون هشدار داده بشه و مثلا پرسونی که اگر مشکل داره یا تب کرده یه سرفه‌ای میکنه غیر مطمئن هست اینا رو بگیم و تستایی که قراره برای پرسنل انجام بدیم و سلامت پرسنل هم باید در نظر داشته باشیم که در اولویت هست، چون اینا هستن که در نهایت این ریسورس ما هستن برای مواظبت. همونجور که فرمودن باید مرتب پرسنل رو چک کرد و خودمون رو آموزش بدیم، چون که همونجور که فرمودن پروسسینگ استفاده از وسایل در محافظتی راحت نیست. خب من چند تا نکته خیلی جالب بود خواستم توجه دوستان رو جلب بکنم که آنتیبادی تست ها که میفرمایند خب فرمودن، ولی IgM
خیلی الان نشون دادن تو مطالعات اخیر که با همدیگه بالا میرن. اگه یادتون باشه از پزشکی عمومی گفتیم اول آی جی ام بالا میره، بعد آی جی بالا میره. الان میگن تقریبا اینا رایزاشون یکسان هست و به دلایلی که دکتر حسبی هم فرمودن CDC امریکا استفاده از این آنتیبادی ها رو فعلا هنوز توصیه نمیکنه، چون یک موجی اومد بین ماها که این آنتیبادی ها رو خیلی خیلی استفاده کرد. دقت بفرمایید که جراحی های ما و به خصوص جراحی اندوسکوپی تقریبا همشون آیروسل ایجاد میکنن. آیروسل همونجور که آقای دکتر حسیبی فرمودن زیر 5 میکرون و خیلیشون زیر 3 میکرون هستن، پس من خیلی خطرناک هستن و بعد اون تمهیدات رو برآورده کرد و اتاقهایی هم که توش این کار میشه اتاقهایی باشه که در واقع فشار منفی باشه و استاندارد 6 بار تعویض هوای اتاق رو داشته باشه که امروز توصیه شده در توسط CDC که 12 بار. حالا این چقدر شما آقای دکتر داریم یا نداریم رو به هر حال اگر چنین اتاقی وجود داره توی بیمارستان عملهای خودمون رو اون قسمت بذاریم. من سعی می‌کنم سریع برم جلو، دوستانم خسته هستن. این پیشنهادی هستش که CDC کرده برای یک پروتکشنی که ترجیح داره این هستش که یک عینک بذاره یا شیلد بذاره، ماسک بذاره، کلاه را اجباری بعضی جا ندونستم ولی اینجا کلاه رو ترجیح داده. یه خدمتتون عرض بکنم گان هستش، دستکش هستش و کاور کفش و خیل. اگر شما ماسک N95 ندارید همون فیس ماسک جراحی با شیلد رو توصیه کرده. این شیلدها 2 تا حسن دارن. شیلد نسبت به عینکایی که پروتکشن میده 2 تا حسن داره. یکیش این که به هر حال جلوگیری میکنه از در واقع تماس با دراپلت ها. نکته بعدیش اینه که اجازه میده ماسکتون رو مجدد قابل استفاده باشه، یعنی هی ماسک رو نباید تعویض بکنید بین عملها و بین پروسیجرها و استفاده مجدد ماسک رو اجازه میده. صحبت ها شد ولی من 2 تا نکته رو میخوام هایلایت بکنم در مورد ماسک. ماسکایی که برای جراحی هستن از اینکه از ویروس، از آلودگی به ویروس جلوگیری نمیکنن به طور خاص، ولی از شدینگ ویروس و پخش ویروس جلوگیری میکنن. مفهومش این هستش که کسانی که مریض هستن ماسک N95 و ماسکایی که فیلتر دار هستن جلوگیری از پخش ویروس نمیکنه. پس بنابراین کسی که ویروس داره ماسک جراحی یا ماسک‌های مشابهش رو باید به کار ببره یا حتی بعضی وقتا هوم میدا، ولی کسانی که بیمار نیستن برای پروتکشنشون در مقابله با بیمارها باید N95 و ماسک‌های مشابه رو استفاده بکنن. پس این نکته مهمی بود که خواستم من هایلایت بکنم خدمتتون. خب خیلی سوال قشنگی کردن که ببینیم که ما چه کار بکنیم، ما کجای کار هستیم و اساس بیماریا اینو و درمان بیماران رو بر اون مبنا بذاریم. یه جدول قشنگی هستش که CDC گذاشته، 12 می هم اینو آپدیتش کرده. من این رو به دیتیل عرض میکنم خدمتتون که با هم یک کانسنسوسی پیدا بکنیم. دقت بفرمایید که اومده گفته بیمارانی که احتمال آسیب دارن. مثالهایی گفته از اینجا در مورد بیمارها و در واقع گفته در 3 حالت تقسیم کرده. وقتی که هستشی که احتمال آلودگی ویروس بالاست، یعنی در واقع تو اون پیک ویروس هستیم، وقتی که مینیمال یا مودریت هستش کامیونیتی که حالا تعریفای خودشو داره، و یا وقتی که احتمال ویروس آلودگی به ویروس پایین هست اون کامیونیتی. اینا تقسیم بندیش اگه به وزارت بهداشتیش بخوایم بکنیم، این همون قرمز ها هستن، شهرهای قرمز هستن، شهرهای زرد هستن و شهرهای سفیدی که اعلام شده. حالا تا یه حدی اگر به اون ریلی بکنیم. بیمارانی که احتمال آسیب پذیریشون بالاست، بیمارانی که مثلا CVA کردن، مشکلات قلبی مهمی داشتن و اورژانس هایی که خیلی خیلی قابل اغماز نیستن، این اورژانس ها رو باید هر جا که هست باید انجامش داد. فقط در زمان پیک اگر هستیم در اون کامیونیتی هایی که شایع هستش ویروس،
بهتره که بریم به جاهای اگر میتونیم منتقلش بکنیم که مثلا بیمارستان هایی که کمتر با ویروس درگیر هست. همچنین در زمان ها و مکان هایی که ویروس مینیمال تو مودریت هستش که من ترجمهش میکنم به مناطق زرد، که اینم باید کارشون انجام بشه و باز هم اگر میتونیم تو همون بیمارستان براشون فسیلیتی ایجاد بکنیم یا منتقلشون بکنیم به همون صورتی که بهتر میدونیم این هستش که در جایی که بیماری به حداقل خودش رسیده و مناطق سفید تقریبا اعلام شده، این هستش که اون رو میتونیم به سمت درمان معمولی بریم جلو. وقتی که احتمال آسیب کمتر هست، اومده اینجا باز یه سری بیماری ها رو نام برده، ما میتونیم ترجمه بکنیم تو رشته خودمون رو و مثال هاشو بگیم که حالا به این نمیپردازم. باز اینجا گفته که باید در کسانی باید اینجا اقدام بکنید در مناطقی که و زمانهایی که احتمال لود بیماری بالا هست، بیماردهی بالا هست، بیماری ویروس کرونا ویروس شایع هست. این هستش که باید افراد های ریسک رو بهشون برسیم که حالا افراد های ریسک هم تو اسلاید دیگه خدمتتون نشون خواهم داد. افراد مسن هستن، افرادی که مشکلات زمینی دارن، کنسر دارن و اگر میتونیم اونا رو به جاهایی که ریسک پایین‌تری داره منتقل بکنیم و در جایی که متوسط هست تا مینیمال درگیری ویروس داریم، شهرهای زرد ما در واقع اینجا قرار میگیرن، اگر میتونیم اونا رو بفرستیم جای دیگه و یا اینکه تا میتونیم به شکل آوت پیشنت کارها رو انجام بدیم و به قول معروف تو این کاتگوری رو بهشون رسیدگی بکنیم. مواردی که توی چیز هستن، در شهرها و مناطق سفید هستن، بهتره که همون روش روتین رو براشون به کار ببریم. خب مواردی هستن که بیماری هایی هستن که خوشبختانه خیلی از بیماری های ما در این سیستم قرار میگیرن و احتمال آسیب به بیمار نیست، یعنی بیمار آسیب نمیبینه. خیلی از مریض های ما خوشبختانه تو این کاتگوری قرار میگیرن. گفته اینا رو باید در مناطقی که لود ویروس بالاست عقب بندازیم درمانشون رو تا زمانی که یا اینکه به جاهای ریفر بشن که این ویروس توشون کم هست. و باز در کسانی که در مناطق و زمانهایی که شایع نیست ویروس و متوسط تا مینیمال هست، باید به سمت جایی سوقشون بدیم که احتمال مشکلات کمتر هست و ویروس کمتره و در جایی که ویروس خیلی خیلی پایین رسیده، مناطق سفید، ما میتونیم از سر بگیریم. حالا شاید مناطق سفید رو بشه مریضای سوپر الکتیو رو جراحی کرد. آستریان سوسایتی یه ریکامندیشن جالبی داده، گفته که همون فرمایشات دوستان، ولی گفته تا میتونید تو کلینیک کار نکنیم و اگر میشه اونا رو ببریم به سمت اتاقهای عمل، یعنی کارهایی که مثل اندوسکوپی تشخیصی اینا رو گذاشته به سمت اتاق عمل و فرستادشون بدیم. همونجوری که دکتر اکبری هم فرمودن این هستش که ماجرا اینه که در کدوم قسمت پیک قرار داریم و در کدوم منطقه از بیماری قرار گرفتیم. استنفورد یونیورسیتی، دانشگاه استنفورد یکی از جایی بوده که اولین گایدلاین‌ها رو داده و خیلی خیلی گایدلاین هایی که داده مورد استفاده سایر گایدلاین ها قرار گرفته. دقت بفرمایید که در البته این گایدلاین مال مارچ که تقریبا اسفند ما میشه تا نهایت اوایل بهار ما، که تمامی الکتیو کیس ها رو تا 30 روز بعد کنسل کرده و گفته اگر میشه 48 ساعت پر آپ کووید تست رو انجام بدیم. پاور ایوی رو برای استفا پیشنهاد کرده و امرجنت کیس ها رو هم توصیه کرده که با وسایل محافظت شخصی مناسبی
کار بشه. این گایدلاینش رو من خدمتتون نشون میدم. این گایدلاین استنفورد این پاور پیوریفاینگ رسپیراتور ها هستن که یه قیمتی حدود $1000 داره. $800 تا $1200 هست. آقای دکتر اکبری هم فرمودن تقریبا تو ایران ما نخواهیم داشت. خوشبختانه اکثر گایدلاین ها اینو حذف کردن به خاطر مشکلاتی که این داره و تهیه‌اش و حتی کار کردن باش سخته، ولی استنفورد هنوز ظاهرا به مقدار روی این ابرام داره و چند تا گایدلاین دیگه هم دیدم که ازش استفاده میکنن. این گایدلاین استنفورد، من این گایدلاینی هستش که اواخر مارس پیشنهاد شده. دقت بفرمایید که مریضایی که ایمرجنت هستن رو پیشنهاد داده که اینا رو باید بریم جراحی بکنیم و به عنوان مریضای های ریسک قرار بدیم و اینا رو نمیشه نگه داشت و همه اون تمهیداتی که نشون داده شد PPE که نشون خدمتتون داده شد باید براشون به کار بود. مریضایی که اورجنت هستن اگر های ریسک هستن که مریضای های ریسک مفهومش اینه که پروسیجر های ریسک تقریبا همه پروسیجرهای گوش حلق و بینی به جز جراحی‌های سر و گردنش در این محدوده قرار میگیرن. یعنی جراحی گوش که شامل ماستویدکتومی باشه، جراحی بینی و سینوس و جراحی اورال سرجری که هر کدومش انجام میشه اینا تو این پروسیجر قرار میگیرن. اینا رو باز اومده تو گایدلاینش گفته یا اینا سمپتومشون مثبته یا سمپتومشون منفیه. اگر ما میتونیم این مریضای اورژنت عقب بندازیم سعی میکنیم اگر بتونیم PCR رو انجام بدیم وگرنه انجام بدیم و اگر نمیشه عقبش انداخت و PCR رو نمیشه انجام داد حتما اون PPE مناسب رو به عنوان یک مریض مثبت در نظر میگیریم و انجام میدیم. لاریس پروسیجرها تو رشته ما خیلی کم هست و باز هم گایدلاین خودش رو داره و من باز بیشتر شما رو تاکید میکنم به خصوص جراحی آندوسکوپی به این سیر قسمت‌های های ریسک پروسیجرها. دقت بفرمایید که همونجور که نشون دادن آقای دکتر اکبری UK گایدلاین هستش که باز اومده همه عمل‌های نان اورجنت رو و الکتیو سرجری رو همه رو متوقف کرده و امرجنسی کیس ها رو فقط انجام میده و کنسر سرجری ها و مریض هایی رو که اورجنت هستن و مریض هایی رو که یک شخص آسیب پذیر اون مریضی رو داره اینا رو اومده تقسیم بندی کرده. خانم‌های حامله، افراد بالای 70 سال و افرادی که یک بیماری مزمن زمینه‌ای دارن که حالا دیتیل داره اینو من حذفش کردم برای اینکه تو اسلاید راحت‌تر قرار بگیره. یا کلینیکال کاندیشن هایی باشن که ریسک بالایی داشتن که بسیار از شیمی درمانی ها، ارگان ترانسپلنت ها و مشکلات خونی و بیماری‌های مزمن در این قرار میگیرن. دقت بفرمایید که در آخرین گایدلاینی که امریکن جورنال داده بسیاری از اینها رو این کیس‌ها رو گذاشته به عهده پزشک، یعنی پزشکی که تصمیم میگیره از کیس‌های امرجنت و اورجنت و تایم سنسیتیو که میگذریم، پزشکی تصمیم میگیره که آیا این عمل چقدر ضروری هست و چقدر به مریض آسیب میزنه و اونجاست که تصمیم به عهده پزشکی که جراحی بکنه یا نکنه. این پروتکل تراکوستومیه که من فقط گذاشتم این رو که دقت بفرمایید که حتی توی یک پروتکل تراکوستومی هم گفته تراکوستومی تا میتونید انجام ندید و عقب بندازید. حتی این مریضای بدحال هم یادتون باشه که دوست بدحالیشون ادامه پیدا میکنه ولی ویروس شدینگشون کاهش پیدا میکنه و تا میتونید اینا رو به عقب بندازید. خب این صحبت ها شد دیگه بهش نمیپردازم. تا میتونیم آندوسکوپی رو باید عقب بندازیم و آندوسکوپی های غیر ضروری رو عقب بیفته تا بتونیم برای مریضای تصمیم بهتری بگیریم و ببینیم که زمان مناسبش داره. دقت بفرمایید این یک اسلاید جالبی هست، ریس هست. من سعی می‌کنم سریع توصیفش بکنم این اسلاید و توضیحش بدم. 3 گروه کرده مریضا رو، گروه 1، گروه 2 و گروه 3. گروه 1 کسانی هستن که شدت کمی داره بیماریشون و کاملا یه عمل الکتیو هست. اگر عمل الکتیو هست در این مریضا میگه که اینها رو تا میتونید
مثل حالا مثال که زده اینها رو گفته که مثلا مثل کارپال جراحی کارپال و یا اندوسکوپی هایی که برای تشخیصی هست. گفته در این مریض ها تا میتونید عقب بندازید، مگر اینکه مریض هایی هستن که اون گروه خطر باشن که اونها رو باید تا میتونید به شکل سرپایی انجام بدین و به شکل کمترین میزانی که در بیمارستان هستن یا دیکیرها و یا کلینیک هایی که به شکل سرپایی میشه کار رو انجام داد در اونجاها برای مریض ها انجام داد. مریض هایی هستن که دیگه مریض های گروه 2 هستن که مریض هایی هستن که به شکل نیمه حاد هستن و یا اینکه مریض های سالمی هستن یا مریض هایی هستن که یه بیماری زمینه‌ای دارن. اینا رو هم پاس توصیه کرده که تا میتونید اینها رو باید به پستپون کرد، ولی اگر قرار انجام بدی باز انجام دادنش به شکل دیکر باشه و هاسپیتال هایی که لاو هستن از نظر کووید ویروس و اونجاها باید انجام بشه. که مثالاشو زده کانسرهایی که لاو ریسک هستن و جراحی اسپاین و آنژیوگرافی های الکتیو. و در نهایت اومده گفته که مریضای خیلی مهم، مریضایی که حاد شدیداً حاد هستن، چه در بیماران بدون زمینه یا بیماران با زمینه، بهتره که در بیمارستان جراحی بشه که تو الگوریتم دیگه خدمتتون توضیح دادم که اگر قابل انتقال هستن به بیمارستان دیگه منتقل میشن و بسیاری از بیماری‌های حاد در این مکان قرار میگیرن. خب یه خلاصه از بحث امروز رو اگه اجازه فرمایید تو جاما هستش، یه مقاله جاما هستش که یکی از دوستان و همکاران ما به من رسوندن. من این رو خلاصش رو سعی میکنم خدمتتون عرض بکنم. دقت بفرمایید که در پروسیجرهای سرپایی در مریض‌هایی که مشکل ایمنی ندارن، اگر مشکوک به کووید هستن یا کووید دارن یا علامت کووید دارن، یعنی تستشون مثبت شده یا علامت دارن یا اینکه مثلا قبلا برخوردی با کووید داشتن مشکوک به کووید هستن، اینها بیمار باید سرجیکال ماسک بزنه، پروتکشن هایی که پیشنهاد داده، و جراح دقت بفرمایید که چه پروتکلی رو براش هم گفتن. همون عکسی خدمتتون نشون دادم، عکس زردی که پی پیش رو نشونتون دادم. در مریضایی که مودریت ریسک هستن در معاینه، مریضای مودریت ریسک چه مریضایی هستن که هیچ علامتی ندارن، جزء مریضای بالا نیستن، ولی دهان و حلق و گوششون میخواد معاینه بشه. پس آدمایی که هیچ علامتی ندارن ولی قراره یه معاینه ساده گوش حلق و بینی داشته باشن، فقط یه سرجیکال ماسک با یه فیس شیلد کفایت میکنه و دستکش. و مریضایی که هستن که اصلا معاینهشون لاو ریسک هستش، که یه معاینه گردن ساده است تو رشته ما که ماسک کافی هست و دستکش. پس دقت بفرمایید که از یک پی پی کامل وقتی مریض کووید مثبت یا مشکوک به کووید هست تا یه حالتی هستش که ما یه معاینه روتین گوش حلق و بینی انجام میدیم که باید دستکش و فیس ماسک بزنیم و فیس شیلد. و حالا میایم سر جراحی ما اکثرشون آیروسول جنریتینگ اینترونشن هستن که بسیار از جراحی ما تو این قسمت قرار میگیرن. جراحیایی که اندوسکوپی هم هستش حتما تو این دسته هستن. باز اینا رو اومده دو دسته کرده: مریضایی که کووید مثبت هستن یا علامت کووید یا شبه آنفولانزا دارن و یا احتمال کووید براشون میدیم. اینا رو هم باید همه رو طبق همون الگوریتم پیشنهاد کرده، طبق همون پی پی معروفی که عکسش خدمتتون نشون دادن، یا اینجا پاور گذاشته، دستگاه پاور رو پیشنهاد داده که اینم جزء آپشنا گذاشته. مریضایی که لاو ریسک هستن، مریضایی هستن که کوویدشون منفی هست در 48 ساعت گذشته و آسیمپتوماتیک هستن. پس پی سی آرشون رو
اینا انجام میدن در 48 ساعت گذشته و آسیمپتوماتیک هستن، اینها رو باز پیشنهاد داده که همون دستکش ها رو و اون پی پی معروف رو انجام بدین. در آیروسول جنریتینگ اینترونشن ها 2 دستکشه باید باشید، یعنی اینجا هستش که دستکشمون دوب میشه، برعکس جراحی دیگه که و پروسیجرهای دیگه که خدمتتون عرض شد. و جراحی سر و گردنی که به حال نان آیروسول جنریتد هستن، همونجور که آقای حسیبی گفتن باید کوتر رو تا میتونیم کمتر استفاده کنیم، از هارمونیک یا وسایل مانندش استفاده نشه و اگر کوتر استفاده میشه باید 2 ساکشنه باشیم و ساکشنی باشه که دود رو بگیره و اینجا هستش که پیشنهاد همون پی پی معروف رو توصیه کرده و دقت بفرمایید که و در لاو ریسک هاش هم باز اون پی پی معروف رو پیشنهاد کرده و تقریبا یکسان هست. فقط این هستش که در اون بالا یک N95 رو پیشنهاد کرده به جای سرجیکال ماسک، یعنی اگر یک مریض های ریسک هست که این الگوریتم مناسبی هست، این جدول مناسبی هست برای استفاده ما. اون قسمت بیماریابی و سیمپتوم یابی مریض و تست‌های مریض به ما کمک میکنن و ازشون استفاده بکنیم. خیلی ممنون از اینکه حوصله به خرج دادید. انشالله که مفید واقع شده باشه و منم در خدمتتونم. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردید، خیلی استفاده کردیم. شما اگه ممکنه که آن خارج شدید. آقای دکتر حسیبی، بله در خدمتم. شما اگه وبکم و وایس دون اگه روشن بکنید در خدمت هست. روشنه. وبکم دون الان نیومده آقای دکتر. درست. خب آقای دکتر من چند تا سوال دارم. یه سری سوالم همکاران عزیز پرسیدن، اگه ممکنه این سوالات رو یادداشت بکنید چون نمیتونیم یکی یکی سوال بپرسیم. بله. یه چند تا نکته هم من اگه اجازه بدیم بعد از سوالات بفهم. باشه. یکی پی سی آر هست، شما گفته بوده 30 تا 50% بیشتر سنسیتیویتی نداره در ایران. نمیدونم مشکل کیت های ماست. الان من مقالاتی که نگاه میکنم توی آمریکا و اینا تا 95% حتی ذکر میکنن. این یکی موضوع. نمیدونم ما مشکل داریم، پی سی آر ما مشکل داره، ما نمیتونیم بگیریم یا کیت های ما قلابی هست. یه چیزی که خیلی مهم هست برای ما انتخاب بیمار هست. آقای دکتر ما فردی داریم که ریش هیچ گونه مشکلی از نظر صدا ندارد، از نظر تنفس نداره، سم ریش کاملا طبیعی هست ولی سیتی که میگیریم درگیر هست. آیا این تو مریضی داریم یا نه؟ این یکی دیگه سوال هست که مهم هست. یکی آیا همه مریض هایی که ما الان میخوایم انتخاب بکنیم ببریم اتاق عمل، آیا سی تی اسکن ریه بگیریم یا نگیریم؟ این یکی دیگه موضوع. یکی سوالی که آقای دکتر اکبری پرسیدن، مریضی که درگیر شده و کروناش قطعا مثبت بوده، کی میتونیم این را بگیم که پاک شده؟ به چه وسیله‌ای میتونیم بفهمیم که این کاملا پاک شده یا نشده؟ این هم یه موضوع دیگه. یکی گفتید که فردی که ناقل هست استرس عمل جراحی باعث میشه که شعله‌ور بشه. این فقط استرس هست که شعله‌ور میشه یا دستکاری روی مخاط هم، مخاط بینی و سینوس هم باعث شعله‌ور شدن و درگیری بیشتری مریض خواهد شد؟ یکی دیدم ESR رو اصلا شما توی آزمایشات نیاوردید، آیا لازم هست یا نیست؟ این هم یه موضوع دیگه.
به خدمت شما عرض شود که یکی دیگه هم دادن کورتون هست. خیلی مختلف میدونید نظر دادن افراد که آیا کورتون به مریض بدیم یا نه. من چون ما خیلی درگیر این موضوع بیماری کرونا و درمانش نیستیم که کورتون بدیم یا نه، ولی ما یه سری افراد داریم که الان دچار آنوسمی شدن و ما قبلا هم داشتیم، مخصوصا در فصلهای مثلا مثل پاییز و زمستان و اینا بیشتر بوده و ما اینا رو به هر حال کورتون میدادیم و خیلی هاشون خوب میشدن اگه ابتدایی مراجعه میکردن. آیا تو این مریض ها که الان مشکوک هم هستن و به ما مراجعه میکنن آیا دادن کورتون مؤثر هست یا نه؟ اینم یکی دیگه سوال. حالا اینا رو شما جواب بدید تا برسیم به سوالاتی که کاربران پرسیدن. بله ببخشید. خدمتتون با سلام مجدد و خسته نباشید همه دوستان کاربران عزیز. خب در مورد PCR شما فرمودین بله تو آمریکا الان تو کاخ سفید PCR هر روز برای کارمنداش انجام میشه و سنسیتیویتیش بالای 80%. خب ولی فرق داره، کیتش فرق داره، ما این کیت نداریم. ما غیر از اینکه کیتمون مشکل داره که حساسیتش حد اکثر 50%، خیلی مشکل نمونه گیری داریم و اصلا یکی خود نمونه گیریه، یکی سوابایی که به کار میره سوابا چوبی هستن و یا از این کلسیم آلژینیت هستن، اینا باعث منفی شدن جواب PCR خواهد شد. برای PCR ما همینی که هست، یعنی با همین درصد تازه با قیمت حدود 350,000 تومان قیمتش همه جام نیست انجام بشه، همه بیمارستان هم ندارن، ما مشکل داریم با PCR. بنابراین این در مورد سوال اولتون. در مورد سوال دوم گفتیم آیا ما بیماری داریم که سهم ریش طبیعی باشه، سیمتوم نداشته باشه و ولی سیتیش درگیر باشه. تو آقای دکتر اکبری هم اشاره کردم، بله تو موقعی که ما پیک بیماری کرونا بود مطالعات همین بود، واقعا 50% افراد بدون علامت سیتیشون درگیر بود. الان این خیلی کمتره ولی هست، واقعا هست، اصلا گزارشات متعدد از ناقلین بدون علامتی که سیتیشون مشکل داره. تو همون مطالعه 50% بود. الان هم حالا آقای دکتر البته تو مطالعه‌ای که تو لقمان داشتن اشاره کردن که ما تعداد زیادی سیتی انجام شده، حدود 1 تا 2% سیتیشون مشکل داشته. ولی ما الان یه چیزی خدمتتون بگیم، تو پرسرجیکال اِوالویشن مریضای ENT من فکر کنم یه کمی متفاوته با یه بیمارستان جنرالی که لقمان باشه. خب اون در مورد همه مریضاست، مریضای ارتوپدی هست، خیلی از مریضای دیگه ممکنه پرسرجیکال اِوالویشنشون سیتی باشه، ولی ما الان در موقعی که میشینیم هر روز این کارا داریم انجام میدیم، مثلا ما 20 تا اگه مریض ببینیم، حالا من بعد این مطالعه بشه البته، حدوداً 2 تا 3 تا مریض میتونم گیر بیارم که سیتیشون یه مشکلی داره که ریپورت میشه رادیولوژی که میگه این به نفع کروناست و این مریض رو ما عمل نمی‌کنیم. به هر حال ببینید ما یادمون باشه تو اتاق عمل ما خدمتتون عرض شود که تهویه منفی نداریم، فشار منفی نداریم، پی پی اون ممکنه کامل نباشه یا به تعداد کافی نباشه، ریسورسامون غنی نیستن. خب و ما میخوایم دست بکنیم در حقیقت تو کندوی زنبور. مریض ENT فرق داره با مریضای دیگه، یعنی پر از ویروسه و هر کاری ممکنه باعث انتشار ویروس بشه و بقیه پرسنل بگیرن. پس ما باید حداقل یه کارایی انجام بدیم که بتونیم بعضی مریضا رو بتونیم اسکرین بکنیم. همین الانش ما تو بخشای ENT هر یه روز در میون یه مریض رو ما میتونیم شکار کنیم که کرونا بوده و دست ما در رفته و الان مشخص شده مریض کرونا است که فوری باید جداش کنیم، ببریم توی بخش کرونا بستریش کنیم تا بقیه رو آلوده نکرده. البته اون کار خودشو کرده تو 1 و 2 روزی که بستری بوده. بنابراین ما اگه سیتی میکنیم از روی ناچاریه و حالا البته ما مطالعه خواهیم کرد که تو این سیتی هایی که در مورد مریضا پرسرجیکال اِوالویشن انجام دادیم چند تاشون مثبت بوده. و من بازم میگم مریضای ENT یه سری سیمتوم دارن، واقعا بعضی وقتا افتراقش سخته از کرونا. مریضی که مثلا کنسر لارنکس داره، هی سرفه داره میکنه، ترشح داره، این بعضی وقتا واقعا نمیشه فهمید، یه چیزایی میگه تشدید شده، خب شاید سیتی اینجا کمک بکنه. اینه که من خیلی تاکید داشتم رو سیتی، روی این قضیه بود، ولی با آقای دکتر اکبری هم کاملا موافقم. بعد مطالعه کنیم
آمار بگیریم ببینیم چقدر سی تی هامون کمک کرده. همینطوری که داریم مریض میبینیم به نظر من کمک کننده بوده. فکر کنم جواب سوال سومتون رو اینجوری دادم که ما مریضای ENT رو همه رو سی تی بکنیم. ببینید پروتکل اینه که ما بیماریابی بکنیم. پروتکل این همه گایدلاینی که شما دارین همش اینو گفتن، در مورد پی سی آر گفتن بیماریابی کنید مریضا رو. حالا ما پی سی آر هم میتونیم بکنیم، سی تی هم میتونیم بکنیم، میتونیم هیچ کدوم هم انجام ندیم بر اساس ریسورس هایی که داریمه. شما ممکنه یه جایی باشین اصلا سی تی نداشته باشه، تو یه جایی باشین خب ما شرح حال میگیریم، شرح حال بیمار رو میگیریم، کلوز کنتکت ها رو میپرسیم ازش، ولی بعضی وقتا هر دو رو داریم، هر دو رو انجام میدیم. هرچی بهتر بیشتر بهتر واقعا، چون مریضا گفتم بمب کرونا هستن وقتی میان تو بخش. الان درسته تعداد مریضا کم شده، ما پیک نداریم، بله مریضا تعدادش کم شده، ولی خب در نظر بگیرید یه مریضی که میاد اگر آلیده بشه چه مشکلاتی تو بخش ایجاد خواهد کرد و بعد میاد این مریض بغل مریضای دیگه، بعد از عمل اینا میان تو آی سی یو معمولی قرار میگیرن بغل مریضای دیگه و کاملا مصریان. اینی که ما هر چی بتونیم اِوالویشنمون بهتر باشه بهتر. بعد دیگه سوال دیگه، بله استرس عمل جراحی هست، دستکاری مخاط هست، مانیپولیشن مخاط هست، این باعث همه اینا باعث بیماری خواهد شد. در مورد ESR هم که فرمودین میشه ESR هم انجام داد، آزمایشات دیگه هم هست، عرضم به حضورتون که FDP هست میشه اندازه گرفت. این آزمایشات اشکالی نداره، همش میتونه انجام شه. به عنوان 3 تا آزمایش اول من خدمتتون عرض کردم که CBC و CRP و LDH، ولی خب ESR هم میشه انجام داد. البته مریضای ما خیلی هاشون ESRشون به خاطر کنسر بالاست. اینکه کورتون بدیم یا ندیم، کورتون به حساب استنشاقی هیچ مشکلی نداره. خب بعضی وقتا برای ولی شما برای سیفتی راه هوایی من میدونم نیاز داریم که به مریض کورتون بدیم. بعد مضار و منافع رو در نظر بگیریم. برای کورتون یادمون باشه دارویی که باعث میشه که کرونا بیدار بشه، یعنی یه ناقل بدون علامت با کورتون ممکنه علامت داشته. بعد ببینیم چقدر شما سود میبرید از این کورتون. شاید بهتر بشه دوزامون رو محدودتر کنیم، استد بدیم به مریضا. اینکه برای مریض اوردر روتین کورتون بذاریم، واقعا اگر نیازه به مریض بدیم کورتون سیستمیکو، وگرنه بهتره تا میتونیم کورتون رو ندیم مگه تو شرایطی که چاره ای نداریم. حالا نمیدونم اگر سوال دیگه هست من باز در خدمت. یه سوال دیگه هم فرمودین که بیمارا کی میتونن عمل شن اگر کرونا گرفتن. اگر به مریض کرونا بگیره، حالا اگر پنومونی داشته باشه یا نداشته باشه فرق میکنه. اگر مریض پنومونی داشته باشه بهتره حداقل 4 هفته از بیماریش حداقل 4 هفته گذشته باشه و اگه ما واقعا اجبار داریم که سریع باید عمل شه، عمل جراحیش واقعا ارجنته، بعد از 4 هفته مجبوریم عملش کنیم دیگه، بعد عملش کنیم. منتها یه تست پی سی آر منفی به نظر من لازمه برای این مریضی که بعد از 4 هفته از بیماریش گذشته. اونی که پنومونی نداره 2 هفته است. اینا حداقل است. اگر ما باز هم میتونیم عمل جراحی به تعویق بندازیم بهتره. پس تو مریضی که پنومونی نداره حداقل 2 هفته با پی سی آر منفی، تو کسی که پنومونی داره حداقل 4 هفته با پی سی آر منفی، شاید بشه مریض رو یه عمل جراحی که نسبتاً اورژانس براش انجام داد. باز اگه سوالی باشه من در خدمتم. بسیار خیلی ممنون آقای دکتر. سوالایی که پرسیدن یه اطلاعاتی آقای دکتر مومنی امروز دادن، من تا اخبار امروز گوش نکردم، گفتن آمار امروز بالاترین آمار 2 ماه گذشته بوده. یه سری سوال هم الان وجود داره که واقعا ایمنی توی افراد ایجاد شده آقای دکتر، یا اینکه ایمنی ایجاد شده، یا اینکه واقعا افراد بستری نمیشن. چجوری هست؟ آمار پایین اومده، ما بهتر فهمیدیم که مریضا رو بستری نکنیم، آمار پایین تر هست، ویروس ضعیف شده. هیچی میتونید اطلاعاتی به ما بدید؟ والا خدمتتون عرض شود اگه یه جواب کلی بدم بهتون اینه که ما نمیتونیم، واقعا ما نمیتونیم، ما اصلا رفتار این ویروس رو نمیتونیم حدس بزنیم. اصلا اپیدمیولوژی این ویروس واقعا شناخته شده نیست. اینه که بحث‌های سنتتیک بودن این ویروس مطرح میشه، اینکه تو گرما چی کار میکنه، تو سرما چی کار میکنه، واقعا چه عاقبتی خواهد داشت، هیچ چیز مشخص نیست. ولی اساتید گفتن به نظر من خب ما یه اقداماتی رو رعایت کردیم واقعا
اون هشدارهایی که تو تلویزیون داده شد، خود مردم خیلی رعایت کردن. به هر حال تعطیلاتی که ما داشتیم تو عید، ماه رمضان خلوت بود مغازه ها، اینا به هر حال این تعطیلات، این اقداماتی که وزارت بهداشت انجام داد، من فکر کنم تاثیر زیادی داشته. ولی بخوام بگم که این همه چیز قطعا نبوده. اینکه ویروس چرا کم شده، که واقعا الان کم شده،